زنگیر هستیم انشالله. زن شنونده من نمیخواهد که خواند، لیکن خوانندگاش مجبور میکند میخونیم که دختر راضی نشده شده است. این دختر میخواهد که برادر شو کنه. پدر و مادرش دیدن که باید خواندن نداره، بعد شو میکنه. این دختر میتواند که با بیروزگی پدر و مادرش برآمده رود حتما یا همین بگیم. به هر حال خواستگار یابید که یعنی نماینده یابید که رفته راضی کرده فهمانده تواند. از قدیم الایام وقتی که پدری دختر راضی نمیشد، آدم ها برای انتخاب شخصی این در سیاست هایم است. مثلا پادشاه یگان نماینده فرستانیده شود به یگان کشور یا به یگان قبیله، یک آدم انتخاب میکرد که همین آدم یعنی همین کارو بود کرده بیاده. فهمیدید؟ یعنی یک آدم یابید که پدری وی راضی کرده فهمانده تواند. و این سبب های شرعی هم میگیرید، دعا میکنید، دختر هم دعا کند. خیلی هیچ کس حقی مجبور کردن نداره، مادامی که در مثلا گناه باشد، آمیختگی با مرد و زن باشد، خاصتا در دیار غیر مسلمان ها. دختر بعد 22 ساله شده باشد، نه اول تمام کنی 26 بداره یا 28 بداره بعد شوهر میکنی، نادرست است. بگذار شوهر کردن گرد، خواندن هم دوام دادن گرد. خواندن شریعت برای علم سن و سال محدود کردگی نیست. تا آخرین لحظه های حیاتتان علم آموزید.